خداوند جان و خرد. سلام، مولودی هستم، آموزگار زبان انگلیسی. گرامر پرزنت پرفکت کانتینیوس چیه؟ I have been doing چی؟ اصلا به چه درد میخوره؟ به درد نمیخوره. به قول ترکا کارا گل به کارمون میاد؟ نمیاد. اصلا چیه؟ نمیخواد. خب من یادش نگیرم؟ نه، اتفاقا یه گرامریه ما روزمره داریم ازش استفاده میکنیم، تا جایی که دلت بخواد داریم ازش استفاده میکنیم. ولی این مشکلی هست، تا میگیم گرامر، تا میگیم درس، همه فرار میکنن. بابا فرار نکن، گوش بده. فکر کن فکر کن فکر کن شما از سر کار اومدی، رفتی پیش رفیقت، خسته گفته میخوای بره با رفیقت یه روز پاییزی. رفتی پیش رفیقت، اسم رفیقت امرالله، اسم خودت شمسالله. میگه امرالله بارون باریده؟ رفیقت میگه نه، ولی زمین نمیاد. نگاه کن، میگه ولی زمین خیسه. تو میگی شاید باران باریده است. این باران باریده است چیه؟ میگه خب شاید بارون باریده دیگه. شاید بارون باریده. خسته بوده، سخت کار کرده. ببین ما داریم اینا رو زیاد استفاده میکنیم. اون زیاد صحبت کرده، اون زیاد درس خونده، شاید اون درس خونده. شمس الله تو سر جلسه امتحان احمد تقلب کرده بود. تو میگی نه، شاید خوب، شاید سخت درس خونده. ببین شاید سخت درس خونده، اگر بیاریم بنویسیم میشه شاید سخت درس خوانده است. این ده است سخت کار کرده است. فرض کنید میرید خونه، میبینید بابات از سر کار اومده. مادر میگه بابات خوابیده، خیلی خسته است. تو میگی خب حتما سخت کار کرده دیگه. این سخت کار کرده دقیقا همین چیزی که ما داریم استفاده میکنیم، روزمره داریم ازش استفاده میکنیم. سخت کار کرده، بارون باریده، گرمه، ولی گرم بوده، به اینجوری بذارید بگم. خیلی داریم ازش استفاده میکنیم. دکتر بوده، مثال میگیم. حالا دکتر بوده که یه قاعده خاصی داره، اون بعدا بهتون میگم، گمراه نشید. بخاطر اینو میگم وقتی میگیم سخت کار کرده است، این ده استه خیلی کار بوده. چی میشه I have been doing. He has been working. او سخت کار کرده است، دقیقا چیزی که خود کتاب آورده. He has been working hard. او سخت کار کرده است. او نگاه کرده است. I have been looking for you. من دنبال تو بودم. بوده.